Jason, come and have breakfast. and Jason دوتا اسمن. Come on بیاین and have breakfast بیاین صبحونه بخورین. Hurry up, kids. We're going to be late for school. Hurry up kids عجله کنیم بچه ها. We're going ما داریم to be late دیر میکنیم for school برای مدرسه. Wait a minute, Mom. Let me put on my clothes first. Wait a minute mom یه لحظه صبر کن مامان. Let me به من اجازه بده. Put on my clothes لباسامو بپوشم first اول. I'm a teenager, not a kid. I'm 14 already. And I'm a teenager و من یه نوجوانم not a kid نه یه بچه. I'm 14 already من 14 سالمه. My bad, honey. My bad honey تقصیر من بود عزیزم یا اشتباه از طرف من بود عزیزم. I'm here, Mom. I'm here mom اینجا مامان. Quick, eat your pancakes. They're near the stove. Quick سریع eat your pancakes پنکیکاتو بخور. They're near the stove اونا نزدیک اجاق گازن. Where's your brother, Anne? Where's همون مخفف شده where is هست. Where's کجا هست your brother برادرت. Anne که اسم دخترشه. He's staying in his room doing something. He's still اون هنوز هست. Staying in his room مونده توی اتاقش که کاملتر و محاوره تر میشه گفت اون هنوز توی اتاقشه. Doing something یه کاری داره میکنه. Why don't you go check out on him? Why didn't you check out on him? چرا نرفتی یه سر بهش بزنی؟ اینجا check out on him یعنی بدی مثلا چکش کنی ببینی چی کار داره میکنه وضعیتش چجوریه که check on him هم میگن. How should I know? How should I know? من از کجا باید بدونم؟ یا حالت محاوره‌ای میشه گفت از کجا بدونم. این جمله معمولا وقتی گفته میشه که طرف تعجب میکنه یا میخواد بگه که اصلا وظیفه من نیست که اینو بدونم. All right. Finish your breakfast. Alright. خیلی خوب. باشه. خب دیگه. حالت محاوره‌ای میشه اینجا گفت okay. Finish تمام کن your breakfast. صبحانه‌تو. Breakfast صبحانه. I'll go to your brother's room. I'll go که همون مخفف I will go هست یعنی من خواهم رفت to به your brother's room اسم مالکیت گرفته یعنی اتاق برادرت که محاوره میشه من خودم میرم اتاق برادرت چک کنم مثلا ببینم حالش چجوریه و اینا. مامانه میخواد خودش بره داداشه رو چک کنه. Jason, aren't you ready for school, sweetie? Aren't you ready for school, sweetie? Aren't you اینجا سوالو منفی کرده حالت تعجب و تذکر داره میده یعنی هنوز آماده مدرسه نشدی سویدی عزیزم شیرینم لحن محبت آمیز مامانه هست که جایگزینای دیگه هم هستش برای سویدی مثل هانی، عسلم، بیب، عزیزم یا دارلینگ. Mom, I don't think I'm able to go to school today. مامان I don't think فکر نکنم بعید میدونم I'm able to قادر باشم یا بتونم go to school برم به مدرسه today امروز. To be continued بچه ها این داستان ادامه داره لایک و سابسکرایب یادتون نره.